فقط 1% مردم دنیا اینو میدونن. این پزشک آمریکایی میگه اگر میخوای کمرت سالم بمونه یا الان در قسمت پایین کمرت درد داری، این کشش ساده رو انجام بده. هر صبح فقط 1 دقیقه وقت بگذار. زانوها رو به سمت سینه بالا بیار. خیلی ساده به نظر میاد، درسته؟ اما بدون که داری عضلات رو میکشی و باز میکنی. فاصله بین مهره ها که عصب از اونجا خارج میشه بازتر میشه. مفصل های بین مهره ها که استخوان ها روی هم قرار گرفتن باز میشن. این حرکت باعث رها شدن مفصل ساکروایلیاک میشه. برای بهتر شدنش بدنت رو کمی به چپ و راست حرکت بده. کشش رو حس میکنی. بعد میتونی دایره‌ای حرکت بدی تا تحرک و دامنه حرکتی مفصل‌ها برگرده. بلافاصله تفاوت رو حس میکنی. دیگه اون حالت خمیدگی یا گرفتگی رو نداری و نیاز نیست صاف بایستی تا بدنت باز بشه. عضلاتت کشیده شدن. مسیر خروج عصب‌ها باز شده. تفاوت رو در لگن و مفصل ساکروایلیاک احساس میکنی و حتی حس میکنی قدت بلندتر شده. این ویدیو رو ذخیره کن و بفرست برای عزیزانت و اگه درگیر مشکلات مفصلی هستی عدد 7 رو کامنت کن.